اینجا استوب بکنید، یه 2 دقیقه فکر بکنید. اگر اولین بار بودین روایت رو میشنوید، من خودم اولین بار که شنیدم مثلا 2-3 روز فکر میکردم. اگر گرسنه هستی غذایت میدهیم، اگر برهنه باشی تو را میپوشانیم، اگر حاجتمندی حاجتت را روا میسازیم، اگر از وطن رانده شده باشی پناهت میدهیم، اگر نیازی داشته باشی نیازت را برآورده میسازیم. اکنون بهتر است وسایلت را به خانه ما بیاوری و تا پایان سفرت با ما زندگی کنی. وقتی آن مرد شامی جملات مهرآمیز امام را شنید، شروع به گریستن کرد و گفت: شهادت می‌دهم که تو خلیفه خدا بر زمین هستی و حقیقتاً خداوند بهتر می‌داند رسالت خود را در کدام خاندان قرار دهد. یعنی تمام نیازهای انسانی بشری در اون لحظه، یعنی ایشون اومده در لحظه تمام احتمالاتی که باعث شده این فرد سنسیتایز بشه، احساساتی بشه، تحت تاثیر تبلیغات بوده، همه اینا رو در قالب چند سوال دل اون فرد رو به دست میاره. سلام، روز شنبه 18 اسفند ساعت آغازین هست. این ویدیو یه مقدار طولانی هست و لطفا با دقت کافی توجه بکنید، چون این موضوع فکری رو اینجا من میخوام طرح بکنم. به بهانه این موضوع آهنگ جدید ساسی مانکن که با همسر آقای سپهر حیدری بازیکن پرسپولیس خونده، یه جنجال‌هایی رو همراه داشته انتشار این آهنگ. من امروز دیدم که آقای مهدی رسولی یک مداحی ازشون منتشر شده است و از اونجایی که من قبلا شنیده بودم این روایت رو، نگاه کردم این فیلم مربوط به کیه، احساس کردم که در توضیحاتش اینجا من آپارات آوردم که بدونید مال همین مثلا این روزاست، توضیحش برای همین ماه رمضان. حالا اینجا به خاطر کپی رایت من نمیتونم پخش بکنم، اما لینکش رو میذارم در توضیحات، چه در یوتیوب چه در آپارات، اگه ببینید میتونید پیدا بکنید. و رفتم این حدیث رو پیدا، این روایت رو، این حدیث رو پیدا کردم و شنیده بودم سالهای قبل و امروز به این دلیل که این فایل آقای مهدی رسولی پخش شده بود، ایشون مداح هستش دیگه، افراد دیگه نمیشناسن سرچ بکنن و معروف هستش به آقای حاج مهدی رسولی. در یوتیوب هم هست کارش خیلی شنیدن میدونن افراد. در ماه مبارک رمضان هستیم. توصیه‌ای که شده است به افراد مسلمان، یکی از کارهای خوبی که افراد مسلمان باید انجام بدهند به نظر من این مسئله فکر کردن است. و اصلا فرد غیر از مسلمان در سراسر سیاره زمین، به نظر من بهترین کاری که هر انسانی میتواند انجام دهد اندیشه، فکر کردن، مدام درباره هر چیزی است، درباره خود، دیگری، خود، افکار خود، واکنش های خود و یکی از مهارت هایی که بصورت فرد باید سعی کنه بتونه به دست بیاره کنترل عواطف هست. حالا این موضوع رو یعنی ما در واقع میخوایم اینجا از این موضوع ساسی مانکن و اینا استفاده بکنیم که اینجا بتونیم یه مطلب مهمی بفهمیم. این کادر رو اینا رو برای شما میارم پایین، من خودم میام پایین تصویر، چون اینجا میخوایم یک روایتی رو از ائمه اینجا برای شما متنش رو نشون بدم. خیلی مهم، لطفاً با دقت کار، هرچی دقت دارید متمرکز بکنید اینجا، چون اگه میدونید موضوع در چه باره هست که دوباره بشید اینجا من با ترنسلیتور گوگل این عبارات رو هم انگلیسیش رو یه بار ترجمه میکنم، هم ترجمه فارسیش رو دوباره به انگلیسی برمیگرده. خیلی عبارات و آموزنده و عمیق در این باره وجود داره. فقط این مطلبی رو خدمتتون بگم دوستان. ببینید بنده بیام وسط تصویر، ببینید بنده اینجا بدترین، آقا نگاه من کنید، من بدترین انسانی هستم که شما میشناسید. حالا بخواستم بگم اساسی مانکنم، بدترم، من نمیدونم، از دل این افراد خبر ندارم که، ولی من خودم خبر دارم. بنده بدترین انسانی هستم که شما میشناسید و خودم میشناسم، خودم که از خودم خبر دارم. بنده اینجا داعیه دار اخلاق، داعیه دار معنویات نیستم که، خب یعنی اگر از من بدی دیدید، بدی از من است بعدن، که حتما من بدم و حتما هم بعدن کارهای بد انجام خواهم داد در زندگی. به عنوان مثال دارم میگم، اصلا مثالم نه، خود واقعی، خود نوعی نه، من بدترین انسان هستم که هر کسی میتواند ببیند. خودم خبر دارم، از دل خودم میخوام اینجا به شما خبر بدم. پس من اینجا چیز نیستم که به شما بگم که کی خوبه کی بده، من نمیدونم، ولی از خودم خبر دارم، من بدترین آدمم.
بدترین انسانی که شما خواهید شناخت در تمام زندگی این فردیه که اینجا میبینید. پروفایل قسمت بالا نوشته، اینم تصویرشه. پس ما اینجا خوبی و بدی کسی ارزیابی نمی‌کنیم. خب ببین آقا جان، این روایت در واقع من انواع دیگه ایشو یعنی روایت دیگه ایشو شنیده بودم. راستشو بگم در شاید 3 سال پیش یا 4 سال پیش بود، یه اشاره ایو داخل یکی از بر همین چیزایی که آقای حسن آقا میری برگزار میکنه یک مهمانی داشت گویا، اونجا این روایت رو ترک کرد اون مهمانش و گذشت. عبارات برای من خیلی جالب بود، چون نشون از یک اتفاق روان شناختی ارزیابی انسانی عمیق بود. حالا وقتی که وارد متن بشیم شما متوجه میشید منظورم چیه، ولی اون زمان نرفتم دنبالش. حالا دیدم که آقای مهدی رسولی اینو، حالا من این لینکش رو میذارم اگه دارید گوش بکنید. آقای مهدی رسولی رو در پایان برای حالا اینجا نوشت، من نمیدونم مال چه زمانی اصلا در مورد ساسیمانکنه نبوده یا دعایی بوده حالا منتشر کردن، ولی در این باره و در انتها دعا میکنه برای ساسیمانکن. خیلی اتفاق جالبی هستش. آقای مهدی رسولی این ویدیو در این باره منتشر شده. حالا من رفتم این در واقع حدیث رو، یعنی همین بنده اینجا نه علم رجال بلدم، نه حدیث شناس هستم، نه سلسله روات و اینا بلدم. سایت کیه اینجایی که دارید میبینید در تصویر؟ سایت آقای میثم مطیعی که در واقع در دانشگاه امام صادق تهران هم احتمالاً تدریس میکنن، نمیدونم در، ولی خب یعنی فردی هستش که نه تنها داره، یعنی فرد دانشمندی از نظر دینی. سایت ایشونه سایت رسمی .ir هم هست، میثم مطیعی نقل کرده، یعنی منابعش رو خودش دی بررسی کرده. حالا مربوط به بهارالانوار بوده اینا رو نمیدونم، ولی منبعی اعلام کرده. ابن شهرآشوب نویسنده هست. اگه در ساری رفته باشید، یک خیابانی در ساری اسم ایشون هست، فکر کنم اهل اونجا هم بودن ایشون، نمیدونم شهرآشوب ساری، من همچین خیابانی میشناسم، حالا از افراد علمای زمان سابق بودن. جلد 2 صفحه 19 یک روایتی هستش که این روایت برمیگرده به سالی که من سالشون نمیدونم، ولی به زمانی که امام حسن مجتبی در مدینه بودن. حالا تفاوت این روایت کجاست؟ اینه که آیه رسولی اینو سایت ببین ایلنا هم گذاشته، سایت ایلنا هم گذاشته که رسمی 17/2 پیدا کنید فایلش رو برید. آیه رسولی جو میگه که اتفاق در واقع میگه که ایشون رفت، امام حسن رفت در مسجد اون فرد رو پیدا کرد، ولی خب این خود آقای رسولی، آقای مطیعی هم اینو خونده در واقع به صورت روزخوانی هستش توی سایتش، همین پایین تصویر رو من نمیتونم پخش بکنم چون اینا همه کپی رایت داره، ولی تو سایتشون همین لینک این صفحه‌ای که دارید می‌بینید من برای شما میذارم. در این روایت تفاوتش این هستش که اتفاق جایی افتاده که امام حسن علیه السلام سوار بر اسب بوده، یک فردی بیاد روبروشون قرار میگیره. میخوام بگم یه اختلاف کوچیک فقط هست من توی این دو روایت دیدم، این چیزی که آقای مطیعی گفته این چیز خیلی ساده است. با این حالی که من گفتم من نمیدونم، رفرنس دادم موضوعات ببخشید منبعیش رو رفرنس دادم به سایت آقای مطیعی. این که قطع تاکید میکنم چون خیلی مهم و حساسه، همینجوری هر چیزی رو روایت نکنید که منسوب بکنید خدای نکرده به ائمه علیه السلام، به اصلا افراد دیگه. ما هر روز میام دکتر شریعتی اینو گفت، خب کی گفت؟ کجا گفت؟ گاندی اینو گفت، کی گفت؟ کجا گفت؟ مگه شما تاریخ‌نگاری یا شما متخصص این مسائل منبع هستید؟ خود منبع شناسی رشته است در همین علوم حوزوی. من شنیدم که این اصلا علوم مختلفی رو شامل میشه. حالا به هر حال این اتفاق در زمان مدینه افتاده بوده، یعنی زمانی که امام حسن در مدینه بوده است و ترجمه این روایت رو من برای شما میخونم یه بار، بعد به متن میپردازید. لطفاً با دقت، با هر چقدر دقت میتوانید متمرکز بکنید در اینجا. مردی شامی امام حسن علیه السلام را دید در حالی که آن حضرت سوار بر مرکب بود. مقابل آن حضرت ایستاد و شروع به ناسزا گفتن نمود.
حضرت سکوت نمود و پاسخ او را نداد. وقتی آن مرد مسافر دشنامگویی خویش را به پایان برد، حضرت به او سلام نموده و لبخندی بر لب آورد و چنین سخن آغاز نمود: ای پیرمرد، به گمانم غریبی، گویا دچار اشتباهی شده ای. اکنون اگر از ما رضایت و حلالیت بطلبی تو را عفو خواهیم نمود. خوب دقت کن. اگر چیزی بخواهی عطایت میکنیم، اگر طالب رشد و هدایت باشی ارشادت میکنیم، اگر مرکبی بخواهی آن را به تو میبخشیم، اگر گرسنه هستی درش به تصویری مقدار. خوب دقت کنید دوستان. مرکب یعنی اسب، در واقع سوار، مسئله سوار و پیاده است. اگر گرسنه هستی غذایت میدهیم، اگر برهنه باشی تو را میپوشانیم، اگر حاجتمندی حاجتت را روا میسازیم، اگر از وطن رانده شده باشی پناهت میدهیم، اگر نیازی داشته باشی نیازت را برآورده میسازیم. اکنون بهتر است وسایلت را به خانه ما بیاوری و تا پایان سفرت با ما زندگی کنی، زیرا منزل ما وسیع است و اسباب رفاه و آسایش در آن فراهم باشد. وقتی آن مرد شامی جملات مهرآمیز امام را شنید، شروع به گریستن کرد و گفت: شهادت میدهم که تو خلیفه خدا بر زمین هستی و حقیقتا خداوند بهتر میداند رسالت خود را در کدام خاندان قرار دهد. پیش از این تو و پدرت مبغوض یعنی بغض داشتم، از بغض داره میاد، مبغوض‌ترین خلق نزد من بودید. از این پس کسی را بیشتر از شما دوست نمیدارم. آن مرد اسباب و وسایل خویش را به منزل امام برد و تا زمانی که در مدینه بود مهمان آن حضرت بود و از معتقدین به محبت این خاندان شد. همینجا استوب بکنید، یه 2 دقیقه فکر بکنید. اگر اولین بار بودین روایت رو میشنوید، من خودم اولین بار که شنیدم مثلا 2-3 روز فکر میکردم. در واقع اینجا شما بالاترین سطح هست. حالا ما داریم در مورد ائمه صحبت میکنیم، اینا معصوم هستن، ولی من مثال دارم میگم تو همچین موقعیتی ممکنه اصلا شمشیر اگه دست باشه نصف بکنم اون فرد رو، به قول خودمون مثال دارم میگم. یعنی من انسان معمولی شهروند که در قرار مخصوصا در عصر جدید که ما همش افکارمون همش توی خیابون، میبینید ما در یک جهان خیلی مصرف گرایانه مادی زندگی میکنیم، مدام استرس اینو داریم که راه خونه رو چیکار بکنیم، نگرانی‌های اقتصادی، همین امواج موبایل، چشمون رو باز میکنیم توی موبایل هستیم، مدام بمباران میشیم با دیتاهای مختلف. به همین خاطر مدام در انگزایتی و اضطراب و تنش هستیم. خب چه برای افرادی که مواجه میشن با یک فرد خشم‌آلود، ناراحت به هر دلیل، چه خود اون افرادی. میخوام بگم که اصلا دوره ما هم دوره دیگه ایه. یعنی من فرد، من الان دارم نگاه میکنم نسبت به من 30 سالمه، زمان 20 سالگی، 10 سال قبل، حتی از 5 سال قبل خیلی سطح اضطراب از نقطه نظر این که مثلا شما هر کی بدهی داره یا قبض آب و برق یا لوری که مستاجرن کرایه خونه، مدام در افکار مختلفه و تحت تاثیر تبلیغات و مسائل این گونه. اینجا ببینید چه اتفاقی افتاده. اون فرد ناشناس توی اون لحظه انتظارش چه چیز بوده است؟ انتظارش دارم من به فرزند حضرت علی رسیدم، خب این رفتار رو بکنم. خب این فرد از شام اومده بود، یعنی سوریه که الان هم خیلی اسمش هست، ولی اون انتظاری که شما داشتید خود اون فرد حیرت بکنه. یعنی تبلیغات چقدر میتونه روی شما تاثیر بذاره، تبلیغات. و این حالا از جایی اومده بوده که خب اونجا مثلا حاکمش متفاوت تر بوده دیگه. اینا از قدیم هم اونجا بودن، حاکمای اونجا
ارتباط هم مثل الان نبوده که چه الان در اون برای کانادا یه هلیکوپتر هواپیما یه حادثه براش پیش میاد، اینجا من تو عراق 30 ثانیه بعدش میام تو توییتر اینجا سریع در موردش مثلا توییتر رو بخورم میام تو تحلیل بکنم. اون زمان اینجوری نبوده که از شام میگیزی میخواسته بره مدینه 2 ماه طول میکشیده مثلا. این واکنش باعث میشه که اون فرد متحیر بشه و کلا ازش عوض بشه بر این باره. من این هدست رو میزنم میخوام برای شما این عبارات، حالا من متاسفانه زبان عربی بلد نیستم، عربی خیلی ادبیاتی هست، ادبیاتی هستش و عبارات، خب حالا اینه که دیگه سخن ائمه هستش، عبارات خودش با، یعنی شما فارسی رو که بخونید با عربی خیلی فرق میکنه. این حتی در خیلی زبانهای دیگه هم هست، شانسن بهش میگن، غزل‌های فرانسوی هم اینجوری اصلا نمیشه ترجمه کرد، چون ترجمه بکنی اون دیگه نیست. فارسی هم همینه، شعر مثلا خیلی از شعراش رو نمیشه ترجمه کنی دیگه اون نیست، واقعا اون نیست. یعنی میخوام به شما بگم اصالت این زبان، مفهوم رو در اون زبان فقط کسایی که اون زبان رو بلدن عمیق‌ترین حالتش رو میتونن بفهمن. حالا این متنش رو میتونید سرچ بکنید پیدا بکنید. من اینجا این قسمت رو برای شما فقط میخوام اینجا ابزارم یاد بگیرید. اینجا یه دستیار نرم افزار گوگل کروم اومده، مربوط هستش به وصل است به چت جی پی تی است، سلایدر چت جی پی تی ساید بار. هر عبارتی رو شما مارکش بکنید همون لحظه به انگلیسی ترجمه میکنه و هر زبان دیگه، من تو ویدیو قبلی اومدم تست کردم، هر زبان دیگه ترجمه میکنه و به همون زبان میخونه. حالا فارسی انجام نمیده، باید با سایت دیگه انجام بدید که تو ویدیو قبلی نشوندم. ولی این رو شما اگر به ترجمهش هر عبارتی رو، من اینجا حالا ترجمه میکنم به این متن رو از عربی ترجمه میکنم با این برنامه، بعد پلیش میکنم بشنوید ببینید اصلا فضا چقدر متفاوت تر هستش. حالا چون من انگلیسیم خیلی بهتر از زبان عربی که بلد نیستم، هم در زبان عربی کنکور هستش، ولی این عبارات رو ببینید، واکنش رو ببینید، جایی که یا ایها شیخ، ببین اینجا نوشته مثلا میخوام به شما بگم ببین الان در این ترجمه اومده که ای پیرمرد، در صورتی که یا شیخ اصلا خودش یه باری داره، ای پیرمرد نیست معنی یا شیخ، حسانی دارم میگم، یعنی ای آقا. شیخ لزوما به فرد مسن گفته نمیشه که، مسن از نظر احترام گذاشتن خاصیه، یا شیخ. حالا شما فرض کنید روبروی یک فردی، اونم همچنین فردی ایستاده ای و در واقع آنچنان که متن گفته است و عباراتش رو نمیدونم یعنی چی دقیقاً، ولی حرفای نادرستی میزنید، واکنشی که میشنوید کلمه یا شیخ هست و با لبخند چنین سخن آغاز نمود. من اینو پلی میکنم به انگلیسی، من چند ثانیه‌اش رو برگردم چه عبارات جالبیه. یعنی تمام نیازهای انسانی بشری در اون لحظه، یعنی ایشون اومده در لحظه تمام احتمالاتی که باعث شده این فرد سنسیتایز بشه، احساساتی بشه، تحت تاثیر تبلیغات بوده، همه اینا رو در قالب چند سوال دل اون فرد رو به دست میاره. بی نهایت آموزنده است این موضوع. من اینجا برای شما پلی میکنم اگه بشه. این کار خودتون میتونید با این نرم افزارها انجام بدید دیگه. الان اینا دیگه رایگان هستش دیگه، تو ویندوز هم هست، هم هوش مصنوعی هستش دیگه، میتونید ازش استفاده بکنید. خب من هم تا اینجا رو یه امکان داشته باشه، ببخشید این نرم افزار اشکال داره، من دور هستم از تصویر. خب تا همین مقاله این تا بعدا فکرم تا اینجا باشه اون عبارات. تا همین وقت ارتحال اگه
مربوط به سفر، تا کلمه قبل از سفر رو اگه بشه. ببین اینجا کلیک راست که میکنید خودش به شما، ببخشید من اینو ادیتش نمی کنم چون وقت کم هست. آها اینجا اومد. اینجا ببینید علامت مغز که میاد چت جی پی تیه، همین سایت، همین چیزی که گفتم. خب اینجا ترنسلیت میزنید به انگلیسی. حالا اینجا این کشش رو اگه باز بگید زبان‌های دیگه هم هست. من انگلیسی به انتخاب کردم. انگلیشش هم چیزای مختلفه، مثلا مال کشورهای مختلف و اینا. چون انگلیسی مثلا که در بریتانیا صحبت میشه به نظر یه چیز اختلافای کوچیک متفاوت هستش با اون چیزی که عرف هست تو دنیا یا هند و غیره. خب بریم که عبارات رو بشنویم. I think you are a stranger and perhaps you have been mistaken. ببخشید یه خود باید بیارم پایین تر، ببخشید عذرخواهی میکنم. ببخشید تو رو خدا دوستان، وقتتون داره حلال بکنید اگه اینترنتتون داره هدر میره، چون من دفعات اول دارم با این نرم افزار کار میکنم، به نوعی ضعیف هستم توی مدیریت کردن این صفحه. خب اگه امکان داشته باشه ببخشید به هم ریخت همه این صفحه. واسه خود عبارات رو هم ببینیم. آها فهمیدم الان درست شد. واسه خود متن رو هم ببینیم که امکانش باشه. آها الان فهمیدم. اینجوریه. ببخشید. I think you are a stranger, and perhaps you have been mistaken. If you sought our approval, we would appease you. If you asked us, we would give to you. If you sought guidance from us, we would guide you. If you asked us to carry you, we would carry you. If you were hungry, we would satisfy you. If you were naked, we would clothe you. If you were in need, we would enrich you. If you were a fugitive, we would shelter you. If you had a need, we would fulfill it for you. So, if you would turn your journey towards us and be our guest until. خیلی جالبه. ببین عبارات وقتی به انگلیسی برگردانده میشن از متن عربی یک چیز دیگه ای هست واقعا، یعنی یک چیز دیگه. ببین stranger به معنی غریبه بودن، واقعا غریبه بودن. اینجا ببین اینجا خیلی جالب میشه. هم که من گفتم اینجا سوار بر مرکبی بود، اینجا دیدیم که به نوعی ببین خیلی جالبه. یعنی افرادی که زبان انگلیسی متوجه میشن میتونن بفهمن که این متن رو من از عربی با همین AI آوردم به زبان انگلیسی چقدر متفاوت بود. حالا برای که فرقش رو متوجه بشید، همین بخش رو میارم به زبان از فارسی برمیگردم به انگلیسی، شما متوجه تفاوتش میشید. I think you are a stranger. It seems you have made a mistake. Now, if you seek our satisfaction and forgiveness, we will pardon you. If you want something, we will grant it to you. If you seek growth and guidance, we will guide you. If you want a mount, we will give it to you. If you are hungry, we will feed you. If you are naked, we will clothe you. If you are needy, we will fulfill your need. If you have been driven from your homeland, we will give you refuge. خب ببین اون شلتری، پناه دادن اومده بود. فکر کنم اگر از عربی برگردانده بشه به زبان انگلیسی آپتیمال تر، اصطلاحاً خیلی دقیق تر معنا رو میرسونه. خیلی جالبه. حالا من گفتم که معرفی بکنم برای افراد، من چون منبعش هم جای مطمئنی های مثلا مطیع همینجوری، یعنی یه سایتی ننوشته، هم فرد مطمئنیه در زمینه
نه تنها که ایشون مداح هست، دانشمند دینی هم هست. در موردشون تحقیق بکنید در همین زمینه علوم دینی، دقیق نمیدونم رشتهشون چی بوده، اما سطوح بالای آکادمیک ایشون تحصیل کرده و تدریس هم میکنه. چون از این سایت ایشون بود من اومدم این معرفی کردم و منابعش هم گفته خودش هم. حالا من چند ثانیه اینجا پلی میکنم که بدونید که سبکش چجوریه. همین پلی نشد. سایتشون کار نمیکنه. کل این روایت رو 32 دقیقه هستش، فایلش هست، میتونید بشنوید. ببخشید الان پلی نمیشه دیگه، اشکال خورد، قطع شد. حالا به هر حال نه، من گفتم اینجا معرفی بکنم عزیزان خدمتتون و افراد رو دعوت بکنم به اینکه به این موضوعات. حالا ما اینجا اومدیم از این موضوع آقای حسنی مانکن و اینا استفاده کردیم که این رو من به افرادی که نمیدونن این روایت رو معرفی بکنم. فایلی که آقای مهدی رسولی خوندم، اگر که نشون دادم که تو سایت منتشر کرده بودن، رو نمیدونم مال چه زمانی هست، برید ببینید. حالا مربوط به هر زبانی باشه، ما اینجا مرتبط گویا بوده دیگه که شما دارن در مورد یک فرد صحبت میکنن. فکر بکنیم. ببینید که شما بتونید در لحظه عواطف دیگران رو بشناسید. یعنی این کلام مهم نیست، نیت اون فرد و اینکه چه چیزی باعث شده داره اون رو میگه مسئله هستش. ببین ساسی مانکر اینا، من نظرمون چند روز پیش گفتم. ببین ما توی همینجا هستش، توی کانال آپارات من اگه دارید میبینید اینجا چند موضوع رو من در روز بیشتر موضوعات عامه که مردم، حالا چه همه چی از سوریه و اینا هم هست، موضوعات عامه که عموم مردم در کشور ایران مورد توجهشون قرار بگیره رو در سایت رسمی رو پیدا کنید. اینجا من چند روز پیش گفتم اینا. ببین ما در یک جهان مادی الان داریم زندگی می‌کنیم تو این قرن جدید. یعنی مسابقه مصرف، واقعا خلق پول و مصرف. صبح تا شب مردم کار بکنن برای اینکه یه چیزی بخرن، کسی شاید از استفاده هم نکنن، در صورتی که زمان گذشته اینجوری نبوده. منابع به اندازه کافی توزیع شده بود. الان همین توی همین شهرهای بزرگ خودمون ببینید، خیلی از مردم فقط کار میکنن که کرایه خونه بدن. همین کار میکنن کرایه خونه بدن، یا کار میکنن وسایلی میخرن که اصلا نیستن توی خونه، سر کارن. ها شما وسایل خونه خریدی مثلا 2 میلیارد، شما نیستی اصلا که. برای کی خریدی اینا رو؟ خب ما تو این جهان هستیم و یه ویژگی دیگه که این جهان جدید داره رو من اینجوری حس می‌کنم که به خاطر اینکه حالا عبارتش اینجوریه که میگن attention spending، یعنی زمانی که افراد صرف یک موضوع توجهشون میتونه باشه بماند روی یه موضوع خاص کم هست. من خودم خاطرم هست زمان مثلا 15 سال پیش یک کتاب شعر مثلا منتشر میشد یا یه اتفاقی میافتاد، چه توضیح مثلا ورزشی، هنری، موضوعات هر چیز دیگه، سیاسی، غیره، هر موضوعی که متوجه عامه بود، تا روزها، هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها در موردش حرف می‌زدن، صحبت می‌کردن. یعنی اون فردی که مورد توجه قرار گرفته بود تا مدت‌ها مورد توجه بود. مثلا یه آهنگی کسی داده بود تا چند سال همون، حالا درسته که ویژگی‌های هنری موسیقی دهه‌های قبل ترم با الان متفاوت بود، ولی حالا به هر دلیلی که هست توجه افراد خیلی کمه. خب مثلا خود همین چیزی که ما اینجا اسم این فرد و افراد آوردیم اینجا که باعث بشه بتونیم مثلا دیده بشه این ویدیو که بتونیم موضوع طرح کنیم، فقط 2 روز جواب میده، یه روز فردا دیگه گذشته، یه چیز جدید میاد دیگه، موضوع اصلا میره یه جای دیگه. همین سترکه بود چند روز پیش پخش شد بود مربوط به یه فرد گلپایگانی، اصلا انگار سالها گذشت، در صورتی که مال همین 2 هفته پیشه. 25 ششم بهمن بود اون ویدیو اومد وایرال شده بود و غیره. حالا همینم 2 روز دیگه پس چی؟ اگر شما
خواننده‌ای هستی یا فوتبالیستی هستی یا همسر مثلا فوتبالیستی هستی که علاقه مثلا داری به دیده شدن در زمینه مثلا هنری و غیره، متاسفانه این جهان جدید یه جوری که شما باید جنجال درست بکنی تا بتونی به اون برسی. که چی بشه؟ که ثروت به دست بیاری. برای چی؟ برای همین چیزهایی که خود افرادم نمیدونن چرا. یعنی بیشتر مردم ماشین میخرن ولی نمیدونن برای چی. یعنی ماشینایی میخوان که نمیدونن برای چی میخوان. اگه نگاه کنن میگن آقا ما اصلا این ماشین نمیخواستیم، که من اصلا دوست دارم ماشین شاسی بلند داشته باشم که برم تپه ها رو باش بگردم، آفرود. مثال دارم میگم. ولی اینو مثلا بعد از اینکه میری ماشین گرون دیگه ای میخره که مثلا چون بنز غیر شاسی بلند میخره، اینو میفهم. من همچین فرد میشناسم. یا لباس خیلی گرون میخره برای اینکه تحسین دیگران رو برانگیخته بکنه. خب توی این جهان هر لحظه هم داره همین تو موضوع رپ نگاه کنید. من دنبال میکنم یه هیپاپولوژیست و دورچی و نمیدونم کچی بیتس و اینا. اصلا این زمان قدیم هیچ کس و ساسی منکن و اینا رو کسی دیگه نمیشناسه. مثل که اقواممون هم رپره، همون از همین نسل 1 2 ایناش 2 3 اینا. امیر خلوت این مثلا اون زمان که تازه خواننده شده بود که همه میگفتن این دیگه اصلا خود امینه مثلا. چند سال گذشته این جدیدا که اومدن، این قبلی ها رفتن به حاشیه. حالا این آرتیست هم اینو میدونن. حالا ورزشکار که خیلی وقت فرصتش کمه، برای ورزشکار فرصتش، ببخشید من این تصاویر رو ببندم که من کادر ممکنه که صفحه اشکال بخوره. ورزشکار فرصتش کم هست برای اینکه خودشو پرزنت بکنه. مثلا مهدوی کیا مثلا تا یا علی دایی تا 30 و چند سالگی، همین الان عیسی علی کثیر مثلا تا 30 و چند سالگی مونده، یا بیرانوند. وگرنه آرتیست وقتش خیلی کمه. در سلبریتی فوتبال وقتش کمه. حالا هنرمند آوازخوان مثلا چرا میتونه تا 85-90 سالگی هم راجر واترز و دیوید گیلمور و اینا پینک فلوید بوده الان هستن دیگه، کار میکنن. اگه نتونن آواز سینگینگ هم بخونن، زمزمه میکنن و میتونن بلیط بفروشن و غیره. ولی با این حال هم توی مارکت نمیتونن بمونن. اینا هم رفتن کشور خارجی، اونجا هم هزینه ها بالاست، بعد همین از سیستم گوگل ادورتایزینگ و رادیو جوان و یوتیوب مونتایزیشن اینا کسب درآمدی بکنن، یه کنسرتی بذارن. اتفاقا دقت بکنید این آهنگایی که مثلا اینو میدن، این فرد موجود در تصویر دقیقاً مصرفیه. خودش هم میدونه، اصلا میگه اصلا خیلی جاها که این کار مثلا هنر نیست، مصرفیه. مثلا برای اینکه 4 روز بلایشو بره کنار. این خیلی نشونه بدیه ها. یعنی واقعا این نشونه اینه که فرهنگ در حوزه موسیقی در این شاخه از هنر واقعا یه وضعیت در فقط هم این که موضوع کشور ایران نیست، جای دیگه هم همینه. کم پیدا میشه که الان ما کارهایی داشته باشیم که اینا اصلا قصد تولید کننده این باشه که تا سالها کار بکنه. قدیم اینجوری نبود، زمانهای سابق اینا اینجوری نبود. من الان دارم در مورد همین گروه‌های چه میدونم کره‌ای و اصلا همین لینکین پارک و اینا هم دارم صحبت میکنم، آمریکایی هستن دیگه. اونا هم باز برنامه‌هاشون الان این نیستش که مثلا یه آلبوم بدن 7 سال روی کار فکر بکنن، تنظیم‌های مختلف، سازبندی‌های مختلف که بتونن یه کاری انجام بدن که 10 سال همشون میگن آقا این فوقش یکی از این کارا هیت میشه، همون یکی رو بتونیم ازش یه به قول خودمون یه نونی ببریم، مثلا یه 6 ماه بریم تور اینو برگزار بکنیم. این ویژگی جهان جدیده. این آقای حالا اینا هموطنان بودن دیگه، رفتن خارج، هزینه هاشون زیاده اونجا، بعد فرصت هاشون کمه. الان همین ساسی مانکن یه 6 ماه کاری نکنه، چیزی نخونه، کلن از صفحه حذف میشه، از اذهان خارج میشه. حالا موضوع این ویدیو نیستش و اینا من به شما مثال میزدم، یعنی در شأن و شخصیت این ویدیو نیست، یعنی نمونه‌ای به شما میتونستم بگم که به خاطر این تاپیکی که هست شأنش، نه که من شأن خاصی داشته باشم، شأن این موضوع این ویدیو لزوما نیست. و یعنی اینجا من برای شما اصلا جوری مستقیم دونه دونه نشون میدم افراد هم نسل اینا 1 سال کار نکرده، هیچ کی نمیشناستشون دیگه. تو پاپ هم همینطوره.
ورزشکار که دیگه هیچی. من الان اگه بشه میخوام درباره آقای علی پروین صحبت بکنم که حالا حواشی داشتین چند روز و یکی از هواداران تیم پرسپولیس تهران توی ورزشگاه همین چند روز پیش بازی النصر یه ناراحت شده بود، یه چیزی گفته بود، هم فکر می‌کردم این علی پروین اون زمانی که زمان سابق پرسپولیس، زمان سابق تیم پرسپولیس خیلی هنوزم احترام داره. خب ولی میخوام بگم که زمان که بگذره شما تازه علی پروین فردی توی صحنه بوده، نمونه‌های دیگه هم داریم. پس این فرد طبیعیه که بالا ناراحتی از روی حالی دیگه، من نمیدونم، من موضوعات فقهی این داستان، من این خوانندگی اینا رو من نمیدونم، از نظر قانونی از نظر مسائل اینجوری شدیه مثلا قوه قضاییه میدونه و خود جامعه میدونه و مسئولین و غیره. ولی من خودم حدسم اینه که اینا نمیگم حالا مشکلات مالی، ولی به دلیل اینه که درآمدزایی اونجا سخته، کشورهای خارجی باید یه جنجال به پا کنن. یعنی میخوام از اون ناچاریه، حس من اینجوری است که یه جوری در اتنشن قرار بگیرن، بتونن درآمدزایی بکنن و همین. من اینجوری حس میکنم. زیاد چیز مهمی هم نیست. ما اینجا بگیم چون که یعنی اینو به عنوان یک پل طلایی قرار بدیم که بتونیم یه مفاهیمی رو اینجا بتونیم انتقال بدیم، وگرنه حالا اتفاق خاصی نیفتاده. مثلا این چه فکر کنیم مثلا الان در مورد کسایی که اصلا نمیدونن موضوع چیه با میگن جدی نگیرید، این موضوع جدی هم نیست. الان اتفاقاتی که در منطقه ما داره اتفاق میفته موضوعات خیلی مهمتری هست که میتونید وقتتون رو صرف این فهمیدن سر در آوردن از اونا بکنید تا اینکه در بازی پرسپولیس و تراکتور چه شخصی به بیرانوند چی گفت، پریروز مثلا فلان شخص در مورد فلانی چی گفت. خیلی ممنون که وقت گذاشتید دوستان، هر جا که هستید شاد و سربلند و پیروز باشید. فعلا همگی خدا نگهدار.